الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. این موضوع اینجا امام ابن عبدالهادی رحمه الله هم سه حدیث آورد. حدیث ابن عباس و حدیث شداد ابن اوس و حدیث انس ابن مالک سید جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم و عن الصحابه اجمعین. یعنی این موضوع درباره چه؟ درباره حجامه یعنی صائم روزه رمضان اند آدم روزدار حجامه کند میشد یا نمیشد؟ همین موضوع. یعنی موضوع ما چی امروز؟ حجامه کردن حقی که به صائم به آدم روزدار حجامه کند میشد یا که چی نمیشد؟ همین جنده طبعا نکن اهل علم مسئله، یعنی خیلی که میگن این چیز این مسئله خیلی چه خلاف سخت شده که بین اهل علم، خلاف خیلی سخت شد خاصتا بین جمهور و بین حنابلة. اختلاف سخت شد، خیلی سخت شد اختلاف مشهور و اختلاف سخت شد. اختلاف که چه؟ باید نزند باش سیدی این خیلی کرساس. نعم اذن چه؟ یعنی اختلاف چه گفتیم؟ یعنی اختلاف سخت شدگی. اختلاف شدنش یعنی حدیثا موضوع به یک چند نمود اومده. بعض حدیثا به اومده که یعنی که چی میکند که رسول صلی الله علیه وسلم حجامه چه اجازت داده که فهمیدید و بعد دیگه به چه نهی کردگی. انا از این جهت چی شد؟ یعنی اختلاف شد. انا اینجا سه حدیث گیریم. یکم حدیث ابن عباس انده رضی الله عنهما میگوید که ابن عباس نبی صلی الله علیه و سلم حجامه کرد حالت احرام انده و حجامه کرد حالت روزه انده. این چی به دلالت میکند؟ یعنی روزدار حجامه کردنش جایز بدنش به، یعنی وقتی روزه انده حجامه کنه هیچ گپ نه. یعنی فهمید؟ یعنی این علی کل این حدیث لفظش چی اومده؟ یعنی و علیکم السلام و رحمت الله بچور لفظ اومده احتجم النبی صلی الله علیه و هو محرم. دویمش احتجم النبی صلی الله علیه و هو صائم. سومش احتجم النبی صلی الله علیه و هو محرم و احتجم و هو صائم. چهارمش احتجم النبی صلی الله علیه و محرم صائم. فهمت؟ احتجم یعنی یکمش مفرد احتجم النبی صلی الله علیه و هو محرم. دویمش احتجم النبی صلی الله علیه و هو صائم. سومش احتجم النبی صلی الله علیه و هو محرم و احتجم النبی صلی الله علیه و هو صائم. چهارمش احتجم النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو محرم صائم. فهمید؟ چهار لفظ اومده. علی کل اذن چه؟ روایتی که مونده های نبی صلی الله علیه و آله و سلم چه حالت صومنده ایستاده چیکار کرد؟ حجامه کرد. و این حدیث چی؟ حدیث ابن عباس و حدیث خیلی که میبینم که جواب صحیح بخاری با اومده کی. حدیث صحیح بخاری با اومده کی. نعم امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل امیر المؤمنین فی الحدیث این حدیث چی کرده؟ یعنی روایت کرده و حدیث شک شبهه نه که چیه؟ صحیح. اذن این چی به دلالت کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حجامه کردنش به دلالت کرد. واضح؟ دویم حدیث شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده ل18 خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. یعنی این حدیث شداد ابن اوس میگوید که نعم یعنی اینجا چه ل18 خلت روایت عبدالله مسائل امام احمد از روایت عبدالله ابن احمد انده اومده که نعم قد مضت من رمضان 18 یعنی روز 19 چی بود؟ رمضان بود. روز چند بود؟ یعنی روز 19 رمضان بود.
میگوید که شداد میگوید که همراهی رسول صلی الله علیه و سلم رفته استاده بدیم که رسول صلی الله علیه و آله و سلم از دستم گرفته، نم از دستم گرفته رفته استاده بود که کی دیده؟ حاجم محشوم دیده. یعنی یک آدم دیگه چه حجامه کرده استاده است، نم حجامه کننده و حجامه کرده شده، دو نفر حاجم چه محجوم، نم یکتاش دیگه چه حجامه کرده استاده، دو نفر. گفت که رسول صلی الله علیه و سلم افطر الحاجم و المحجوم. اذن هر دوش چیکار کرد؟ گفت روزه شکست، هر دوش هم روزه شکست، حاجمه هم محجومه هم، یعنی حجامت استا حجامه کننده هم و همون که وای به حجامه کردگی، یعنی آدم بیماری که حجامه کرده ساده هم هر دوش روزش چی شد؟ شکست. هر دوش روزش چی شد؟ یعنی ویران شد، فساد شد، باطل شد. فهمیدید؟ و این حدیث نام امام احمد ابن عبدالهادی رحمه الله میگه که حدیث امام احمد روایت کرده و ابو داود و لفظ ابو داود و نسائی و ابن ماجه و ابن حبان و حاکم میگه که حدیث ظاهرش صحیح. و كذلك حدیث امام احمد و اسحاق و ابن مدینی و عثمان دارمی و ابن خزیمه میگه که این حدیث چی میگه؟ یعنی صحیح میگه. و كذلك یعنی اینو به زیاده کنید که امام ابو عبدالله البخاری، امام بخاری هم رحمه الله چه گفتگی؟ حدیث صحیح گفتگی. فهمید؟ اذن حدیث چه گفت؟ حدیث صحیح گفت. امام شاگرد امام بخاری امام ترمذی رحمه الله میگه که ابو عبدالله بخاری پرسیدم از همین حدیث، از حدیث افطر الحاجم و المحجوم پرسیدم، پرسم گفت که صحیح گفت، حدیث صحیح گفت. یعنی اصح شی بابنده چه گفت؟ یعنی حدیث شداد. چون گفتم حدیثنده چی شدگی گفتم، یا حدیثنده اضطراب شدگی، حدیثنده چی شدگی گفتم یعنی اضطراب شدگی، حدیثنده چی شدگی یعنی اضطراب شدگی، اضطراب یعنی حدیثنده چی شدگی اختلاف سخت شدگی، نم حدیث اختلاف چی شدگی گفتم یعنی اختلاف سخت شدگی. و امام بخاری گفت که اختلاف چه ضرر ندارد، اختلاف چه ضرر ندارد، اختلاف ایدن چه ضرر ندارد. برای اون که حدیث شداد، نام حدیث شداد از روایتی که اومده، روایت ابو قلابه از ابو الاشعث الشداد اومده، یحیی بن سعید عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن که عن شداد روایت کرده. فهمید؟ حدیث شداده یعنی ابو قلابه که روایت کرده از ابو الاشعث. و دیگر روایت میگه ابو قلابه از که روایت میگه از ابو اسما از ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه. فهمید؟ یعنی بعضی یعنی میگن که حدیث اضطراب شدگی، یعنی چخیر یک بار از شداد یک بار از ثوبان. بعد بخاری میگه که هر دو وجه هم صحیح، ها کلا الوجهین صحیح. یعنی حدیث هم از شداد اومدگی هم از ثوبان اومدگی. هم به حدیثی که مونده های حاضر حدیث افطر الحاجم و المحجوم از روایت ابو قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه. وبهذا الاسناد قد اخرج الامام مسلم في صحيحه حديث ان الله كتب الاحسان في كل شيء. حدیث 40 اند زیاد کرده، نه حدیث شداد ان الله كتب الاحسان في كل شيء. همین حدیثی که شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه من روایت ابي اسماء عنه و عنه ابي قلابه و عنه یحیی بن سعید. اذن همین اسناد که مسلم اخرج في صحیحه، برای همین یعنی ابو قلابه ابو الاشعث اینا رجال که رجال مسلم، اسناد علی شرط مسلم، یعنی فهمید؟ علی شرط که میشه یعنی علی شرط مسلم میشه. ها نه حدیث شداد ابو الاشعث و حدیث ثوبان ابو اسما روایت میکنه. فهمید؟ اذن چی شد؟ یعنی همین به یعنی چه خیلی که دیدیم این جنده این حدیث یعنی نام جمع اهل علم روایت کرده، نام یعنی امام احمد، اسحاق بن راهویه و علی بن مدینی و عثمان بن سعید الدارمی و ابن خزیمه و كذلك زیاده کردیم امام بخاری و امام ترمذی. نام یعنی اذن جمع اهل علم ابن خزیمه و حاکم جاده گفته، اذن جمع اهل علم حدیث چه گفتن؟ صحیح گفتن. فهمید؟ یگونه حدیث با اضطراب و ضعف حکم کرده که یحیی بن معین
یحیی ابن معین حدیث چه گفت؟ ضعیف گفت. اما وقتی که مروزی امام احمد پرسید میگوید که نعم فإن ابن معین یحیی یضعف الحدیث، نعم گفت که امام احمد چه گفت؟ یعنی ذلك منه مجازفه گفت. ذلك منه مجازفه. مجازفه چه باید؟ غلو، یعنی این یعنی از حد گذشتن، یعنی ما این قول قبول نمیکنیم. مجازفه یعنی غلو، تعنت، یعنی حدیث صحیح خیلی ضعیف میگوید. یعنی فهمید؟ همین به حتی ابن معین، یعنی از ابن معین دو روایت، یک روایت ضعیف گفته که دوم روایت میموننده چی گفت؟ حدیث صحیح گفت. حتی از ابن معین خودش چه صحیح گفت. اذن حدیث چی شد؟ حدیث صحیح شد. حدیث چی شد؟ یعنی صحیح شد. فهمیدید؟ اکنون اگر صحیح شود باز اکنون اختلاف شد یا نه؟ دو حدیث صحیح، دو حدیث صحیح، حدیث ابن عباس و حدیث شداد چی شد؟ یعنی اینجانده ها؟ یعنی چیه؟ لرزه به ضرورت داره میخواد، یعنی چیکار میکنه کنه اینجانده هست؟ برای همین کثیر من اهل علم مسئله چی گفتن؟ مسئله خلافیه که یعنی خلاف سخت شده که گفته به چی گفتن، یعنی فهمیدید؟ همین به یعنی اینجانده علما از همین جهت چیکار کردن؟ یعنی دو رأی برفتن، دو مذهب برفتن. بعد گفتن که حجامه جای گفتگی و حدیثی که گرفتن حدیث ابن عباس و حجامه از مفترات گفتگی ها چیکار کردن؟ حدیث شداد گرفتن، حدیث شداد گرفتن. اینا حدیث شداد به این چی گفتیم از افراد حنابلة. اینا چی میگم؟ یعنی افراد الحنابلة. افراد حنابلة یعنی الى هذا القول لم يذهب من المذاهب الا الحنابلة. نعم خالفوا فيها ماذا؟ الجمهور. حنابلة ها گفتن که چی گفتن؟ یعنی حجامه روزه میشکنن، حجامه روزه چی میکنن؟ میشکنن. یعنی بعد روز نهار رمضان حجامه کردن چه درست نه. این قول نام ائمه حنابلة ها، امام احمد و اصحاب امام و از متأخرای متقدمای، یعنی علمای مثلا حدیث و علمای نام قدیم هم ماشون همین قول برفتن. یعنی هم ماشون چیکار کردن؟ یعنی همین قول برافته گفتن که یعنی چی گفتن؟ یعنی حجامه روزه میشکنن. فهمید؟ طبعا یعنی امام العلامه النووي رحمة الله عليه مجموع ده که الیه ذهب بعض اصحابنا جامعین بین الحديث والفقه مثل ابن خزیمه. یعنی ابن خزیمه این خود میگه یعنی شافعی، نعم لا شک ابن خزیمه شافعی، ابن خزیمه رحمه الله شافعی، نعم. یعنی برای همین وقتی که سیران میبیند که یکی از یعنی اهل حدیث میبیند، یعنی وقتی که ابن خزیمه شوشنده بود، نعم وقتی که توشکن وقتی که شوشنده بود، یعنی توشکن امروزه وقتی که ابن خزیمه بود یکی از اهل شوش یعنی اهل توشکن میبیاد، نعم وقتی که میپرسد من این اخذت علم گوید میگوید که من فلان تونه چی میگوید؟ احمد ابن حنبل میگوید. یعنی شوش حنابلة بودن، مذهب امام احمد اند بودن. يعني ابن خزيمة غضب عليه فقال هل كان ابن حنبل فتى من فتيان شافعي؟ خیلی میگوید ابن حنبلی ها امروز جمع بجای گرفتن، حالا که ابن حنبل خودش یک کودک شافعی بود وقت چنده. ابن حنبل میگوید احمد یعنی چی بود؟ میگوید یک شاگرد شافعی بود. میگوید خیلی امروز اهل شاش یعنی اهل تاشکن هم حنبلی شدن. یعنی فهمید؟ اذن یعنی ابن خزیمه رحمه الله چه از اصحاب امام شافعی رحمت الله علیه. لیکن با وجود همین یعنی کی برافت جنده؟ نعم قول امام احمد برافت. یعنی این جنده امامش شافعی خلاف کرد. ابن خزیمه این جنده چیکار کرد؟ یعنی شافعی خلاف کرد. یعنی فهمید؟ شافعی چیکار کرد؟ خلاف کرد. ابن خزیمه و بعض اهل یعنی همین اهل فقه و حدیث الشافعی ها چی برفتن؟ قول رفتن که حجاب چی بکردن؟ یعنی روزه میشکنن گفتن. فهمید؟ یعنی روزه میشکنن دیگه دلیلشون چیه؟ دلیلشون همین حدیث شداد و كذلك حدیث ثوبان، حدیثی که گفتیم یعنی حدیث ثوبان رضی الله تعالی عنهما. اما جمهور گفتیم یعنی چوای از صحابه ها، یعنی این قول طبعا از صحابه ها روایت شده، روایت یعنی حنابلة ها یعنی از نام از ابو هریره و از عایشه و از بعض اهل علم ثابت شده روایت شده. لیکن گفتم جمهور صحابه ها كذلك از علی بن ابی طالب روایت شده که چوای حجامه روزه میشکنن. لیکن جمهور اهل علم گفتن که روزه نمیشکنن.
حجامه روزه چی نمیشکنه گفتن یعنی فهمیدید یعنی طبعا اول چی بگیم نعم یا نه روزه نمیشکنه گفتن اینها مثلا جمهور صحابه ها عمر رضی الله تعالی عنه ابن عمر ابن عباس ابن عباس انس ابن مالك عمر ابن الخطاب رضي الله ابن مسعود وام سلمة جمع صحابه ها سنة امام اوزاعي محمد ابن سيرين وسعيد ابن المسيب سنة مذاهب ثلاثه الامام مالك والامام ابو حنيفه والامام الشافعي گفتن که روزه چی میشد نمیشکنه نم حجامه اذن چه از مفطرات نه از مفطرات نه حجامه چه روزه چی نمیکند روزه نمیشکنه گفتن فهمیدید طيب چی جواب دادن حدیث شداد یعنی حدیث دلیلشون چه دلیل جمهور حدیث ابن عباس ان النبي صلی الله علیه و سلم احتجم و هو صائم حالت صومنده ایستاده چیکار کرد یعنی ها حالت صومنده ایستاده چیکار کرد حجامه کرد یعنی حجامه یعنی چی روزه نمیشکنه گفتن فهمیدید یعنی این قولی که یعنی دلیلشون و كذلك الدليلشون حديث انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم حديث های بسیاری که بخاری صحیحش به تعلیقا آورده فهمید اذن دلیلشون چیه یعنی من حدیثایی که صحیح بخاری به اومدگی نام که ام سلمه رضی الله تعالی عنها و نام ابن عباس و ابو چه فتوا میدادن که حجامه باکه نگفتن جواب چی دادن حدیث شداد بر جواب چی دادن جواب یک چند جواب دادن حدیث شداد بر یکم جوابشون این قول امام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی یکم جوابش نام جواب شافعی ها امام شافعی نام و از امام شافعی کتاب امنده از شافعی بیهقی روایت کرده گفتن که حدیث شداد منسوخ و حدیث ابن عباس ناسخ وقتی که ناسخ منسوخ شوندیم چی به محتاج ما اینجا اندازه چی به تاریخ به یعنی ناسخ منسوخ که گفته باید که تاریخ بیاری تاریخ اگر ردونه چه ناسخ منسوخ میگوید فهمیدید همین به امام شافعی گفت که حدیث شداد منسوخ و حدیث ابن عباس ناسخ طيب امام شافعی رحمه الله امام فقیه اصولی مفسر ناسخ گفت که نعم برای که گفت بعض روایت شدادنده اومدگی این کدومنده بود یعنی میگود این واقع شدگی نام عام فتحنده شدگی سال چنده شدگی یعنی هشتنده شدگی سال هشتمنده شدگی یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و هر دو هم دید حجامه کرده استادگی های گفت که هر دو تا روزه شکست این سال چنده سال هشتنده و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم حالت تمام حجامه کرد حدیث ابن عباس و امام شافعی میگه که ابن عباس میگه نعم لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم محرما الا في حجة الوداع حیاتش به ابن عباس رسول صلی الله علیه و حیاتش به یک بار حج کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن چه حیاتش به یک بار فقط چه حج کرد علامین حج شده ابن عباس همراهی رسول صلی الله علیه و سلم بود ها منتون ابن عباس همراهی کی بود رسول صلی الله علیه و سلم بود کدوم سالنده رسول صلی الله علیه و سلم حج کرد ها سال 10 فهمید الان که چه تاریخ دونسته اذن رسول صلی الله علیه و سلم سال 8 انده حجامه من کرده سال 10 چه اجازت داد فهمید نه فهمید همین که میگم که چه نعم حجامه اولنده من بود سونی اجازت شد فهمید نه فهمید این چیز فهمید این چه نه فهمید سونی چی شد الان چه ناسخ منسوخ گفته هم نمیگم یکم جواب باشه دویم جوابم امام شافعی داد گفت که برای که گفت حدیث ابن عباس اقوا حدیثا من حدیث شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنهما و عن الصحابه اجمعین فهمید یعنی اذن حدیث ابن عباس جوابه بخاری به و حدیث شداد غیر بخاری به اذن چه حدیث ابن عباس چی میشد صحیح تر میشد دویمش و نعم كذلك سيم جوابی که امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث بداد
حدیثی نام شداد نام گفت برای که بعد روایتاشند اومده که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که افطر الحاجم و المحجوم گفت برای اینکه گفت هر دو اینها غیبت میکردن، یعنی حجام کار استاده غیبت میکردن. فهمدید؟ انا از همین جهت گفت که غیبتاتون که روزاتون چی شد، یعنی شکست شما هویت. فهمدید؟ این سوم جواب. فهمدید یا نفهمدید؟ ها؟ غیبت ها هویت. ها؟ غیبت روزاش استاد. نه به همین کتی شد یعنی. فهمدید؟ چهارم جواب بگفتن که این جواب چهارم جواب خطابی رحمت الله علیه. خطابی چهارم جوابنده گفت که برای اون که گفت روزه گفت نام آدم روزدار به حجامه چی میشد یعنی به حجامه خودش یعرض للضعف نعم للضعف والاغماء والضعف والاغماء لم يؤديه الى الافطار. فهمتید یا نفهمتید؟ اذا یعنی چی میکند، یعنی بر روزدار حجامه که جواب میبرد نه ضعف روزه یعنی ضعیف میکند و ضعیفی که جواب میبردش روزش میشکناند. فهمتید؟ روزش چی میشکناند گفتن. هم روزش چی میکند یعنی میشکند گفتن. فهمتید این چی؟ این چندم جواب ما بدنه. پنجم جواب گفتن که یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که افطر الحاجب والمحجوم معناش ای گفت حان وقت افطار الحاجب، برای که بگوید هذا کان قبل غروب یعنی مغرب شده استادت، یعنی این هر دو این حجامه کرد استادت مغرب شد چخیل هر دو این روزش میک شد یعنی. فهمید یا نفهمید؟ فهمید؟ یعنی حان وقت الافطار خلاص میگوید هر دو چیز روزه شد یعنی شد مغرب شد یعنی خلاص افطار کرد یعنی. فهمید؟ انا میخیل یعنی اشاهد چیکار کردن یعنی انا میخیل یعنی جواب خود داده از حدیث شداد میخیل چه جواب از همه قوی ترش یعنی مسئله نسخ و منسوخ و سنت جوای از حدیث یعنی تصحیح نام انا می چی دو اساس وجود میشه. فهمید؟ اذا همین کته چی میشه قول جمهور مثلا چیه قول جمهور جنده میشه که یعنی چای و یا جایز گفتن یعنی. فهمید؟ خلاص نعم خلاص وقت شد یعنی وقت یعنی خلاص هر دو تو چی کرد یعنی افطار وقت شد یعنی افطار کردید شما یعنی روزاتون نشکست وقت افطاراتون شد یعنی. فهمید؟ نعم الان اینجا مسئله وقتی که حنابلة وقتی که گفتن که حاجب محجوم روزش شکست گفتن نعم روزش شکست گفتن نعم یعنی اینجا یعنی معناش که نعم قول جمهور وقتی که رسول صلی الله یعنی طبعا جواب چهارم ما وقتی که گفت که علیه الصلاه و السلام افطر الحاجم والمحجوم گفت حق حاجم به معروف نعم حق حاجم به معروف که یعنی حاجم چیکار میکند یعنی لانه یمس الدم برای که به شاخ میکند که و شاخ چی میکند میکشد یعنی وقتی که میکشد ممکن که خون درون میافتد و روزه چی میشه میشکند. لیکن محجوم چی میشه یعنی خالق سلام علیکم یعنی محجوم چی میکند حالت ضعیف برده روزش میشکند همین که چی میشه یعنی روزش یعنی خودش چی میکند گفتیم عرضه میکند خودش یعنی روزش کنیمه دوچار میکند سبب میشه همین که چی میشه یعنی روزش چی میشه گفت علیه السلام روزش میشکند گفت یعنی. فهمیدید روزش چی میشه یعنی روزش میشکند. الان میگه چی گفتن یعنی جواب دادن نام همین که چی جواب دادن. تو اینجا امام ابن عبدالهادی رحمه الله حدیث انس آورد که اول ما کرهت الحجامه للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم یعنی اول امرنده وقتی که جعفر ابن ابی طالب حجامه کرد حالت روزنده رسول صلی الله علیه و سلم گذشته داده گفت که هر دو این روزه شکست یعنی حاجم و محجوم روزش چه شکست سونی اجازت داد نم در حجامه حق صائم به و انس حجامه میکرد دارقطنی میگه که كلهم ثقات ولا علم له علة وفي قوله نظر يعني قول ابن عبد الهادي يعني ابن عبد الهادي ففي قول يعني قال ابن عبد الهادي وفي قول دارقطني نظر من غير وجه. فهمت؟ يعني این قول دارقطنی به ابن عبد الهادي راضی نشد. یعنی حدیث جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه این چی میشه یعنی دلیل واضح که یعنی دلیل نص چی به حدیث شداد منسوخ بدنش به اولی امرند رسول صلی الله علیه و سلم مکروه گفته تونه چی اجازت داد. لیکن حدیث وقتی که دارقطنی گفت که حدیث چی گفت یعنی حدیث صحیح گفت علتش نیست گفت
نام دارقطنی حدیث صحیح علتش نیست گفت، ابن عبدالهادی گفت که نگفت. چه علتش نه؟ علت از یک چند جهت گفت. برای که حدیث از روایتی که اومدگی از روایت خالد ابن مخلد، نام خالد ابن مخلد قطوانی از روایت عبدالله ابن المثنى از ثابت البنانی اومدگی. یعنی خالدان فيه کلام وجه الاول اوجه، یعنی الوجه الاول یعنی چند اشاره کردگی تفسیر قولش تنقیح هنده میگوید، یعنی تنقیح هنده، یعنی جنده وارگی اشاره کردگی چی داده تنقیح هنده ابن عبدالهادی و قریب 4 وجه می بیارن. یعنی کلام حول خالد ابن مخلد قطوانی، کلام حول عبدالله ابن مثنى، نام همین اونده می بیارن. و کذالک یکی از قولاشو میگن که برای اون که این چنده شده کی بود میگوید، یعنی حج وداع شده کی بود میگوید. نام و حج الوداع یعنی چی؟ جعفر اصلا نبود، برای که جعفر چی بود یعنی استشهاد شده بود وقتنده. علی کل اذا چی میشد یعنی حدیث غیر از این یعنی قول جمهور، یعنی قول احتیاط، یعنی قول مثلا چه جمهور یعنی چی گفتم یعنی جایز گفتم حجامه. لیکن نام یک چیز باید که دونیم که همین جنده یعنی مقصد نهیش اومدگیش یعنی حالتی همیننده حدیث انس ابو داوود اومدگی که نام میگوید که نام كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة لأصحابه إبقاء لهم. ماذا؟ إبقاء لهم، يعني إذن رسول صلى الله عليه وآله وسلم یعنی چی اجازت داد صحابه ها به اجامه کردن، یعنی وقتی که نهی کرد و های نکنید گفتگی ها به یعنی چه ابقاء ای رفقا له، یعنی رحم خوردن حالت و های فهمیده، یعنی که تو ضعیفی، تو یعنی چه روزه تحمل کرده چه نمیتونه، تو ضعیف تو روزه چه تحمل کرده چه نمیتونه. انا از همین جهت چیکار کرد علیه الصلاه و السلام یعنی نام و های من کرد. اذن خلاصه قول چی میشد مونده؟ خلاصه قول گویم یعنی اذن چی میشد یعنی حجامه به حد ذاتش روزه نمیشکنه، نام به حد ذاتش نمید. لیکن خیلی که خودش امام شافعی گفت ولكن گفت لا احب الحجامه للصائم، صائم به من حجامه نمیخواهم یعنی دوست نمیدارم گفت، بهترش حجامه نکند گفت. برای اینکه خیلی که گرفتیم جواب چهارمنده این چی میشد؟ سبب روزه شکنیش میشد. سبب چی روزه شکنیش میشد؟ برای که خون که میرد و خون که رفت چی میشد یعنی آدم بی‌قوت میشد، ضعیف میشد، تونه سبب چی یک خوردنی نوشیدنیش میشد، به این که روزش چی میشد؟ روزش میشکند. انا آدم این جهت آدمی که اگر یعنی با قوت باشد، تجربه کردگی باشد و مثلا چی باشد این هم نمیکند، نه خاصتا ضرور شده موند مثلا سر درد میکند چی میکند بنده میکنه. لیکن آدمی که ضعیف میبیند که تحمل کرده نمیتوند، سر توپ میخورد، باید که تونه یک چای خورد، یک کافی خورد، یک دارو خورد، بنده بهتری چی بگم یعنی تو حجامه نکن، صبر کن مغربه، نه بعد مغرب تونه چی حجامه میکنه. والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بهترش بعد افطار مثل قول شافعی برید یعنی بهترش چی بعد از افطار میکند، بعد از مغرب نه تا سحور چقدر کنی کرنگ نه اینجا اندتونه یگونه قول عطاب اومدگی یعنی جمهور حتی حنابلة ها میگن که حنابلة ها حتی که میگن که روزش میشکند میگن که وای به هیچ کفاره نه، فقط یک روز قضا میکند. لیکن یگونه آدمی که یعنی کفاره ایجاب کرد این که امام اهل مکه صاحب ابن عباس عطا ابن ابی رباح رحمت الله علیه گفت که علیه القضاء والکفاره. وای به چی های گفت یعنی قضا های گفت و کفاره های گفت. طيب ما هي كفارته؟ قال كفارته كفارة اليمين. كفارة اليمين یا که غلام آزاد میکند یا که میره 10 مسکین به اطعام میتید یا که چه 3 روز روزه میگیرد. فهمید؟ یگونه قول عطان ده اومده گله که جمهور میگن که وای به چه فقط قضا خلاص دیگه چیز نیست، یعنی اگر روزه شکنه یعنی چیز خلاده کفاره نیست. کفاره ها؟ نه یک روز چی میگه خلاص. فهمید؟ یعنی قول حنابلة همین به مجرد خون بر اومدنش میگه این روزش میشکند و میخورد یا نمیخورد. فهمید؟ خلاص وای حجامه کرد با قوت مثلا چی نشد یعنی گشت رفت مثلا یعنی روزه دوام داد بگو سلامنای روزه نمیشه، تو باید که روز قضا کنی. فهمید؟ یک روز قضا کنی. لیکن جمهور میگه که
با یعنی هم به بخاری رحمه الله از چه جمهور هم به بخاری تعیین میگه که یعنی چی میگه یعنی نام الصوم یفسد بما يدخل لا بما يخرج. صوم به چیزی که میدروید میشکند نه چیزی که میبروید. یعنی ها خون نمیدارد خون میبرد خون بر اومدنش چی داخلش اینجا میگه یعنی فهمیدید هم به یعنی چی خون بر اومدنش روزه نمیشکند الا اگر مثلا چه ضعیف شده آدم یک چیز خورده ماند الان روزش میشکند یک روز قضا میکند. فهمیدید؟ اما قول عطا نه قول عطا مثل قول حنابلة برین یعنی روزه میشکند با میگه که چی وای روزه هم نه بلکه کفاره میتید یعنی معنیش که حجامه کند از خوردن هم بدتر. یعنی نعم 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 يعني چه مثل چی بری مثل چه بری انا سون اینجا به کذالک مسئله اهل علم چه میبرن مسئله الفساد میبینن. الفساد یعنی مثلا خون میگیرن که امروز مثلا میگن که مثل چی یعنی مثل یعنی چی تحلیل خون میگیرن مثلا چی میگیرن ها مثلا میرن آنالیز به خون میگیرن که یعنی آنالیز به خون میگیرن چی میگیرن همینند نزد حنابلة هند روزه میشکند. یعنی اگر وای حجامند خونی چه میگیرد های حاجم خونی فلوس میگیرد لیکن این آنالیزند خونی چه میگیرد خونی تازه میگیرد زن این باب اولا روزه میشکند. اینند خیلی نه من باب اولا روزه میشکند. فهمید قول حنابلة. لیکن از محققا علمای مثلا که مثل شیخ ابن تیمیه و شیخ ابن باز و شیخ فوزان مثلا اینا هم به قول حنابلة میگن لیکن میگن که اینا خونگیرنده دو به تقسیم میکنن. اینکه اگر خون برای تحلیل یعنی برای آنالیز باشد شپریسکت یعنی میلی گرم میگیرند یعنی 10-5 میلی گرم میگیرن و یعنی جگم نی. لیکن اگر رفته مثلا خون میدادگی باشه 100 گرم 200 گرم 500 گرم دادری باشه و یعنی مثلا چه روزه میشکنن فرق میکنن. خونی کمی و خونی بسیار خونی کم باشه روزه نمیشکنند خونی بسیار باشه روزه میشکنند میگن. یعنی همین چی میشه یعنی اما جمهور میگوید که یعنی خون مثلا نمیشکند روزه الا اگر یعنی مجبور شدمون یعنی خون داده شدمون یعنی سونه مجبور یک چیز خوردن یک شیرینی یک چیز میتیاندن و یعنی روزه طبعا چیزی که خوردید خلاص روزه میشکند. یعنی روایتان در روایت شافعی رحمه الله بعض روایتان میبیاره برای همین مثلا چی وای همین جنده رسول صلی الله علیه و سلم میگه که الصوم جنه ها چی میگه علیه الصلاه و السلام الصوم جنه و روایت نسائی چی میبیاره یعنی نم الصوم جنه من النار و دیگر روایتان الصوم جنه الصائم نم الصوم جنه الصائم كجنه المقاتل و دیگر روایت اند الصوم جنة احدكم فلا يخرقها و دیگر روایت اند الصوم جنة احدكم فاذا كان صائما فلا يخرقها بالغیبة. فهمیدید؟ یعنی صوم چوی سپار می شود هم سپارت به غیبت شکاف نکنی. یعنی همچنین بعض اهل علم مثلا هم به ابو محمد ابن حزم یعنی چی گفت یعنی غیبت تهمت همین چیزا روزه مشکلات میگن. فهمید؟ هم رسول صلی الله علیه و سلم گفت که فاذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فلا يرفث ولا يجادل ولا يجهل. گفت یعنی وقت صومنده الرفث كل کلمه فاحشه کلمه های گنده یک دشنام دادن حقارت کردن سپور کردن این چیزای نکن. این نهی هم به اهل ظاهر گفتن که والنهی یقتضی تحریم و تحریم یقتضی الابطال. گفتن همه گفتن که اگر چه بشه روزش خلاص بشه لیکن جمهور میگن که نمیشه.